ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии тоҷикистон Кароматулло Мирзоев «Ишқи сархӯр» дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори даҳум. از روزی صنم و محرم روی عقل آمدند، گاو و مال دیدند، خدمتگاری دری خانه عمکی اسدالله و خاله صنم. لباسهای نو و تازه و آزاده ببر کردنشان را یاد ندارند. چی خوردن و چی نخوردند در خانه آنها از اشکم نمی نالند. لیکن در خاندان از یک چه خرسند بودند. این خرسندی را از طفلی تا به روزی که نکاح شدند به دنیا هزارها خزینه سیم و زر، تنگه و طلا نمی دهند. این خرسندیشان را صنم و محرم در یک عمر با هم بودنشان می دانند. از خردی در خانچه نزد هیزم خانه همراه می خفتند، گاو و مال بانی می کردند، آغیل می رفتند، پارو می پرتافتند. آنها را مکتب رفتن هم نمی ماندند. نمی دانستند که شهادتنامه تولد دارند یا ندارند. از روی گپی عمکی اسدالله نامشان در هیچ گونه خط و چک موجود نبوده است و کسی هم نمی پرسید که صنم و محرم کی هستند و کی نیستند. به گفته همسایه ها آنها غلام بچه های دری خانه عمکی اسدالله کلان شدند و کمال رسیدند. آنها هنوز همان غلام بچه ها، هنوز جای خوابشان همان کلبچهشان. آن برایشان از هزار کوشک و قصرهای با حشمت عزیزتر. چون به آن در آیند نمی دانند که شبشان چطور به سحر می آید. بعد باز از پسی پاده می شوند. پاده را به جایهای دوری دور از آدمان می برند، جایهایی که آواز نارس گنجشککان هم پر نمی زنند. صنم و محرم و پاده گاو و مال، بوز و بزغاله، برچه های و گوسفندان، آنها با هم آغوش به آغوش از بوس و کناری همدیگر سیراییشان نی. آفتاب رو به غروب که شود به خود می آیند، به تهلوکه می افتند، از پی غن آوردن پاده می شوند. عصاها در کتف هیاهوی کنان پاده را به دیهه حی می کنند. در کوچه های دیهه هم حتی وقتی به عاقل و به حیل در آوردن گاو و مال فرصت یافته دست به جانب همدیگر می برند. حالشان چسپا کنک، پوچک و کنک. آدمان می بینند لحظه های شده که چشم خودی عمکی اسدالله هم به این قلق های آنها افتاده. سراسیمه گاو و مالها را جا بجا کرده، بعضا خوراک بیگاهیشان را هم نچشیده سوی کلبهکشان می دوند. باز چسبا چسب، لحظه های شیرین و گوارا، مستی و کیفیت. عجب خوشی های و شیرین کامی هایی. خوب شده عمکی اسدالله سوره الحمد را خوانده، آنها را نکاح کرده. از او راضی‌اند، آنها خوشبخت. از آن باز راضی که عمکی اسدالله بعد نکاح برایشان از پایان باغش یک پاره زمین جدا نمود. گفت خانه سازند. صنم و محرم مثل فراشترک ها لای بالای لای مانده خانه ساختند.
یک کلبهک آدم درا سرپناه. هزار شکر، رحمت به عمک اسدالله. سالهای سال است او از عالم گذشته، ولی به صنم و محرم نیکیش مانده. آنها را صاحبی کلبهکی خودشان نموده. خاله‌اش هم از پی شوهرش قضا کرد. زن و شوهری یک عهده و با وفا. بعدی سری عمک اسدالله گاو و مالهایش هم پی او شدند. گفتند که مال مرده پی مرده پاده بر هم خورد. صنم و محرم دیگر پادبان نیستند. عصاهای پادبانیشان در کجا؟ نمی‌دانند. کاش آنها گم نمی شدند. یک یادگاری از دوره‌های جوانی و نورسی. زندگیشان شیرین با عشق و عاشقی گذشت. حالا هم آنها با هم عاشق. از مال دنیا چیزی ندارند. خاطره های شیرینی زندگی با همی را دارند، ولی به عقیده خودشان دشمن هم دارند. دشمنشان باز همان مادرندری صنم گلریز. بعدی همان واقعه صنم و محرم پدر را در حالت بیهوشی و بیادی از غار برآورده و خانه‌اش بردن. مادرندر دیگر آنها را روز نمی داد. به هر دو چسبیدگیش چسبیدگی. صنم و محرم را زن و شوهری بی نکاح اعلان کرد. با یک سوره الحمد را خواندن عمک اسدالله نکاح قبول نمی شده است. آنها یک عمر جنوب، ناپاک، نحس، الحذر از نحسی کجای رود همین گپها را می گوید، پای آنها را می خاید. از وقتی که صنم بعد پادبانی بین معرکه شد، در میانی یک و دو احترام پیدا کرد. دشمنایی مادرندر از نو با او خروج یافت. سببش باز همان کینه، کنداشداری، پلانچی با مادری او. دختری زمیره کنداشش را بالا گذر دیده گلریز درون می سوزد و می مرد. می گوید که زمیره نمرده در جایش دخترش سبزیده. خودی صنم هم می داند. برای این او از خاله‌اش منتدار، رحمتی تیز بود. به سری صنم می خیست، نمی ماند یک لحظه آسوده بزیهد. غیر پادبانیش او را بسیار کار می فرمود. آرد بیس، خمیر کن، نان پز، علاوی تگی دیگ در گیران، خانه را روب. آتشکابی علاودار در دست، سری خمیر کنیش می ایستاد. وقتی نان پزی از نزدش دور نمی رفت. در دیگدانی کلان علاو می کرد. دیگدان می تفساند. بعد حرغه علاو پست نشده می فرمود که به دیگدانی تفسان نمکاب زند، نان بندد. یک خیل نان نی از روی فرموده خاله چندین نمود نان می پخت. نانی تنوک، فطیر خمیر، کلچه شیرمال، کلچه کلان، فطیری کورک، فطیری قد. حد نداشت که گذارد یگان نان پشتی کند. افتد سوزد، لبش کج بیاید، نیم خامه ماند، گل بیارد سرخ نشود. از روی فرموده های خاله چنگاری، شکراب، تیزابه، غرموندی، قروتاب کردن، شوله‌ای با ریحان، آشی سیوق پختن را یاد گرفت. باز بسیار کارهای خانه همه به عهده صنم.
خاله چشمی سواد داشت، می‌خواند. حرفهای قرآن و هفتیک را به او یاد می‌داد. هر گونه سوره و دعاها را از بر می‌کرد و هنری کدبانوگی پیدا نمود. در توی و معرکه ها نانی تنوک، تحمال، قلمه، کلچه کلان و آش می‌پخت. مردم صنم را سراغ می‌کردند. به ضمن این صنم را کمپیرها به معرکه های بی سه‌شنبهگی و بی مشکل کشا می بردند. از یک جهتی دیگر هم مردم به صنم کار افتاد می شدند. او وقتی پادبانی پای بوز و بزغاله، گوسفند و بره ها را که می شکستند جا به جا می کرد، می بست. بعد او شکسته بند هم نام یافت. از دیهه های دور و نزدیک هم نزدش می آیند. او را سراغ می کنند. از این جهت هم گلریز در عذاب. بدبینیش به حد رسیده که شبها خوابش نمی بود. به خاطرش باز همان گناه صنم و محرم می رسید. آنها زن و شوهری بی نکاح، همین خیل و مردم صنم را بی ملا می گویند. جایش آمده که او از مردم بپرسد بی ملاه آنها کی؟ خودش جواب می گوید که او زنی بی نکاح، ناشسته پا، بعدی جاگه خوابی وی و شوهرش 1000 سطل آب را به سر می ریختند هم پاک نمی شده اند. یک عمر نحس جنوب روی آدمی نحس بدیدن نی، باعثی نابراری، ناآمدی، شکست، پس افتادی کار. گلریز شنیده که در 4 کتاب تأکید شده از کثافتی یک آدمی نحس عجب نی یک محل، یک شهر و عجب نی عالم خراب شود. صنم و محرم، کثافت، نحس. در سالهای پادبان بودنی محرم و صنم نحس گفته به سری آنها چی بلاها آورده بود. کسلی مال آمد. 2-3 سر مالی میده و یک گاوی جوشای امکی اسدالله تلف یافت. بعدی کسلی از پاده مالی صنم و محرم به گاو و مالی دیه سرایت نمود. به مادر اندر خدا داد. پیش رهی پاده و صنم و محرم را گرفت. پاچه های لازمیش را برزده به میان پاده در آمد، توی انداخت. بی دایره می رقصید، با تمام آواز فریاد می زد. ای مردم گوش دهید من چی می گویم. از کثافتی همین صنم و محرم به پاده امکی اسدالله کسل آمد. کسل به مالهای خلق گذشت. حالا این کم است. به نام خدا قسم از نحسی اینها دیه علا می گیرد. کسلی مرگ آدمان هم می آید. مردم قیر می شوند. فهمید. همین را فهمید. آواز گلریز بلندتر شده از میانی گاو و مال که چنگ خاک را به آسمان برداشته بودند برآمده نمی توانست، ره گم زده بود. روزی فوتی پدر از خاطری صنم نمی رود. چی کرد و نکرد او به صنم پدر. گلریز و دخترانش وی را به مرده پدر نزدیک شدن نماند. گلریز در روزی جنازه خود را دیوانه ساخت. از کجای لباسهای ماتمی پیدا کرده سر تا قدمش را با آنها چنان پیچاند که تنها چشمانی آتشبارش می درخشیدند و بس. در دست عصای دراز روی حولی می دوید. پنجه به در و دیوارها می زد. موی می کند و روی. خانم وای خانم، فغان انداخته نامی صنم را می گرفت. شوهرم صحت شده بودی،
با پای خودش از دروازه برآمد و رویش به نحسی زده. عجلش بوده است دخترش. دده جان گفته خودش را به گردن پدر آویخت. انا بعد وی را بوسید و بوسید. حس نمودم که کاری مردکم شد. از چنگاری نحس خلاص کرده به خانه کشاله‌اش کردم. به خانه در آمد و به بالای جای خوابش افتاد. دیگر سر نبرداشت. از گپ و حرف ماند. به سحر نرسید. همین خیل شد. دیدید دیداری نحس جنوب چه خیل در یک دم آدم کلپر می کرده است. نفسی گلریز از گریه به درون افتاد. پس از لحظه باز آوازش را می شنیدند. 6 ماه کسلبانی کرده به زور شوهرم را به پا خیزانده بودمی. حیفی مهنتامی، 100 حیفی در بالای سرش شبها را سحر کردنامی. حیف. بعضی ها به گپهای گلریز باور هم می کردند که دولت مراد را نحسی زده است. حتی خودی صنم دودیله شده که شاید اگر همان بیگاه همراه محرم از بازار خریدی بسیار کرده به عیادت پدر نمی آمد و او را در بیرونی دروازه نمی دید، به وی هیچ گپ نمی شد. کوتاهی از صنم گذشته است. عمری دارد همین فکر آزارش می دهد، مثلی که در مرگ پدر گناهگار. باران از باریدن نماند، شدت یافت. گویا از آسمان به زمین سطیل سطیل آب می ریخت. سنگاب پر آب تر گشت. صدایش همانا گوش خراش و وهمانگیز. ترقات طرق به هم برخوردنی سنگ ها. درختی چنار و سرخور را سیل از کجا به کجا رسانده بود. می دانست در چند جا در تنگنا و هنگامی برخوردن به سنگهای عظیم درخت در می ماند. گرداگردش سیلاب تاب می خورد، اما دیگر آن را جنبانده نمی توانست. تا دمی که سیلاب از بالا زیاد شده باشست و شور و شنگ به پایان نمی خمید. با خیال سرخور باز قیامتی از سیلاب دود می خیست. چنگ به آسمان. سرخور باز می دانست که دیه های نوابات دوآبه بالا دوآبه پایان عقب ماندند. در پیش باغ و تاکزاران دیه نیلکان، لبلب سنگاب درختزار، بیخی اکثری آنها را آب سنگاب رخنه کرده است. بعضیشان رو به بالای سنگاب خم زدند. سرخور بارها از تگ این درختان گذر نموده است. می داند حالا امیدش به همین درختانی رو به آب خمیده. شاید امکان می شود که نوده یکی آن به دستش می خورد. همین گونه امکان آمد. درختی چنار بیخ بیخی سنگاب تک تگی درختان می غیلید. بالای سر شاخ و نوده های درختان. دستی سرخور در یک میژه زدن به نوده یکی از آنها رسید. در آرزویی که آن را داشته بالا می شود از سنگاب می براید. اما بعد خلاصی، او باز در روی عالم. اما به دستش نودهی چی درختی آمده که بی جانک بی قوت باریک در نوده آویزان ماند. پاچک میزد، پایهایش تا به زانو در درون سیلاب. این خیل حالت روی نداده بود. بیخی درخت را
سیلاب می کند. در تن درخت لرزه، در دل سرخور هم لرزه. گویا تب گرفته او را از ترس، از هراسی که همین حالا به جوش سیلاب می رود، در دم خیربادگویی با دنیا، با مادر، با لطفیه. نصیبش بوده است. نه هر کس در این دنیا به آرزوی و هوس‌هایش می رسیده. صدای قصر قصر کنده شدن ریشه های درخت بلند گشت. نوده از دست سرخور رها یافت. سرخور با درخت یک جایه به درون سیلاب غلطید. درخت و سرخور را آب می برد. به ناگاه سرخور حس نمود که در پیش راهی درخت چی مانعی نمی جنبید. سیلاب در گردش دمیش خورده آب بلند می شد. سرخور دید که در پیش راه باز همان درخت چنار پروازه شده در میان. شاخ و نوده های چنار با شاخ و نوده های درختی که سرخور به آنها چسبیده بود به هم پیچیدند. دو درخت روی هم، یک تاش بزرگ، دیگری کم نوده، خورد، میده. سیلاب به درخت ها ضربه می زد و ضربه. هر دو درخت یک نیمه از سیلاب بیرون ماندند. سرخور خود را به بالای درختی چنار کشید. او دید است که از سحر باز سیلاب به آن بر می خورد. سنگ و سفال چی بلای و بترهای دیگر را به سر آن می ریزاند. هزارها بوته و درختان میده چویده را با ریش و بونشان از تل و تیپه باغ و میدان ها کنده از بالای چنار می گذراند. لیکن تا حال شاخ و نوده های آن جا به جا نشکستند. سیلاب حالا هم با درختی چنار در نبرد، در حمله، در هجوم. گاهی آن را براه می اندازد. چنار پیش اندازی سیلاب. ولی سرخور می بیند که چنار باز به کدام یک سنگ عظیم یا در آبراهی در مانده، سیلاب باز در گرد آن سرگردان دمیش خورده تا شاخه هایش می رسد. کول می شود، باز کنده می خورد. آفرین، تحسین به چنار. آن توانا به سیلاب گردن نمی داده. چند لحظه سرخور با عیب خودش از چنار محروم ماند. رو به درختی دیگر شد. جزایش را دید. از کرده پشیمان. حالا چنار باز دستگیری او. از سیل راه بیرون دمی آزاد نفس می کشید. جاویدان بماند چنار. صدقه و بنده می شود با آن شخصی که در کدام 100 ساله آن را شنانده است. روحش شاد، جایش جنت باد. جاویدان بماند چنار. در ریشه هایش سجده می کند. چنار را می پرستد. زنده ماند مثل بابای کامل. عمری در دشت و بیابان ها چنار می شناند. نهال می پرورد. بابای کامل در همسایگی خودی آنها میزیسته است. در زمان پادشاهی پیش از زمان شوروی خدمتگاری در خانه بای دیه بوده است. گاو و مالهای او را بانی می کرده است. پادبان بوده است. با یک بیگاهی روزی چله زمستان که برف می باریده است، زمستانی تفکن و یخکن به دست کامل کاغذی می دهد. می فرماید براه براید، به شاه منصور رود، کاغذ را به فلانچه خیش او برساند. شب فرا می آمده است. کامل در راهش نزدیک نی از دیهی تپه سمرقندی بعد از سای مهتری می گذرد. در پیش 3 قلچه کوهتلی
پستی و بلندیدار به مثل 3 عقبه‌ک خرد خرد. عقبه آخر یعنی قلچه آخر طولانی تر. بعد آن دشتی وسیع و به نظر کامل به آخر. در گرد و اطراف جانزات آبادی نبوده. در میان این دشت و بیابانی به آخر یک درخت صده، آن را صده ملک شاه می گفتند. در دل شب کامل به صده نزدیک شده می بیند که از پسی تپه گرگ ها می برایند. کامل سراسیمه خود را به تگ صده می گیرد، به درخت می چسبد، گرگ ها از پسش می دوند. شب کامل در تار صده روز می شود و گرگ ها با امید طعمه شان چشم به او در گرد صده. بازارکی ها در راه پیدا می شوند. کامل به طفیل یک درخت میانی دشت صده ملک شاه زنده می ماند. حالا در جای صده ملک شاه که در میان دشت درخت یگانه بود، دیهی سرسبز و زیبایی. با آن صده نام نهادند، اما خوب می بود که نامی صاحبش هم فراموش نمی شد. خوب می بود دیه را دیهی ملک شاه می گفتند. دیهی صده به محله قراتیگین شهر دوشنبه نزدیک 4-5 کیلومتر راه. کامل به پیری می رسد. در زمان شوروی نیز او پادبان کلخاس بوده و تمام عمر در دشت و بیابانها صده و چنارها شنانده و درخت پروریده. از وفات بابای کامل سالهای سال گذشتند. به طفیل چنارها و درختانی در قدی راه و رو یا در دشت و بیابان سبزانیدهش نامش زنده می شنوی که این چناری بابای کامل، ها آن صدای بابای کامل می گوید. دستی سرخور در نوده چنار گویا آن را نوازش می کرد. شما گفتاری دهم را از روی رمان نویسنده خلقی تاجیکستان کرامتالله میرزویف عشق سرخور در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجامپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.